سلام، وقت همگی بخیر. پودمان چهارم 11 فنی و کاردانش مبحث لگاریتم. ببین، اول از همه بگم الان دیگه یه ماه مونده که سال تحصیلی تموم بشه. هر اتفاقی افتاده واسه پودمان‌های قبلی، هر درسی رو افتادید مردود شدید اصلا مهم نیست. فقط اجازه بدید به خودتون که از اینجا به بعد حداقل نمرات بهتر کسب کنید. فقط نصفش رو خراب کردید، نصف دیگه‌شو درست پیش برید، درست انجام بدید، میتونید یه نتیجه خوب داشته باشید. لگاریتمو خیلی ساده میخوام سریع و سرعتی بگم. بچه‌ها گفتن یه خورده بلندتر بگم، یه خورده صدا برداری ضعیف و عذرخواهی میکنم، برای همین سعی میکنم بلندتر حرف بزنم. میخوام تو 20 دقیقه کل لگاریتمو برای فنی و کاردانش جمع کنم. میگم لگاریتم 100 به این قسمت میگم پایه، به این قسمت میگم مبنا. لگاریتمی که مبنا نداره مبناش 10. یادتونه تو اعداد رادیکالی میگفتیم رادیکال 4 چند میشه، میگفتیم فرجه وقتی رادیکال نداره یعنی فرجه 2. لگاریتمش میشه 2. یعنی چی؟ میگه این 10 به توان چند میشه 100، میگه 10 به توان 2 یا 10 ضرب در 10 میشه 10 به توان 2. در حقیقت جواب لگاریتم ما توان مبناست. توان مبنا یعنی چی؟ لگاریتم 6 در لگاریتم 36 در مبنای 6. 6 به توان چند میشه؟ 36. 6 به توان 2. میخوای چک کنی که جواب درسته، میگی 6 به توان 2 باید بشه 36. الان کتاب گفته 3 به توان 4 شده 81. یعنی چی؟ یعنی لگاریتم 81 در مبنای 3 میشه چی؟ 4. اگه میخواستیم به صورت لگاریتمی بنویسیم 9 به توان چه عددی 81 میشه؟ 9 به توان چه عددی 81 میشه؟ یعنی مبناش 9، بر مبنای 9 میخواد حرف بزنه. میگی 9 به توان یه عدد نمیدونی شده چند؟ 81. در حقیقت هر موقع از ما توان یه عددی یا پرسید بدونید در رابطه با چه حرف میزنه، در رابطه با لگاریتم حرف میزنه. یه جورایی میتونم بگم برعکس رادیکاله. رادیکال 4 در فرجه 2 میگیم چه عدد به توان 2 میشه 4، میگیم 2 میشه، یا میگه 2 به توان 2 توانا با فرجه خط میخوره 2 میمونه. حالا یادم میره بلند داد بزنم، جواب 2 میشه. در حقیقت رادیکال به این قسمت میگفتیم پایه، به این قسمت میگفتیم توان. در حقیقت رادیکال پایه توانمونه، یعنی 2 به توان 2 که این 2 با فرجه خط خورد و موند، این پایه جواب ماست. ولی لگاریتم توان ما جواب ماست. چیزی که در رابطه با لگاریتم دو نکته‌ای که میخوام بهتون بگم، اگه یه لگاریتم داشته باشیم لگاریتم x به توان b در مبنای y به توان، واسه اینو a یا b بنویسم، a بری y به توان b، هر حروف انگلیسی دوست داری استفاده کن. میایم اینو چجوری می‌نویسیم؟ میگیم توان این میاد پشت لگاریتم، توان این میاد پشت لگاریتم ولی تو مخرج میشه لگاریتم x. این از این. لگ 1 میشه 0. هر عدد اینم بگم لگ 1 میشه 0. 10 به توان چند میشه؟ گفتیم مبنا نداره یعنی 10. 10 به توان چند میشه؟ 1. 10 به توان 0. هر عدد به توان 0 میشه 1. حالا چون سرعتی میخوام بگم میریم سراغ نکته بعدی. لگاریتم دو عدد که مبنای یکسان دارن، مبناها یکسان x y در مبنای a، دو عدد که مبنای یکسان دارن لگاریتمشون ضرب میشه، پایه ها میشه لگ x y در مبنای a. منظور چیه؟ لگ 2 به علاوه لگ 3 میشه 2 تا میشه لگ 6. اگه منها بود یعنی اینو بنویسید، این به صورت منها بود، اینا رو از هم تقسیم می‌کردیم میشه لگ x تقسیم بر لگ y. یعنی چی؟ یعنی این اگه به صورت منها بود میشد لگ 2 تقسیم بر 3. حالا هر عدد لگاریتمی رو که در مبنای هرچی میخواد باشه، لگ 2 در مبنای 4 رو میتونیم به صورت یه عبارت کسری بنویسیم، بگیم لگ 2 در مبنای 10 تقسیم بر لگ 4 در مبنای 10. حروف انگلیسی چجوری میشه؟ یعنی لگ a در مبنای b رو زیرش می‌نویسم جوابشو. لگ a در مبنای b رو میتونیم بنویسیم لگ a تقسیم بر لگ b. مبنا نداره یعنی مبناش چنده؟ 10. در حقیقت هر عدد لگاریتمی رو میتونیم به صورت یه عبارت با مبنای 10 بنویسیم. بریم چند تا سوال براتون حل کنم. کل مبحث لگاریتم تموم شد. همین چیزایی که بهتون گفتم
میریم با هم دیگه چند تا سوال از مبحث لگاریتم حل کنیم. این نکته که باید بدونید اینه که هر عددی که برعکس میشه x به توان a بریه y به توان b، y بیاد بالا توانش برعکس میشه، x بیاد پایین توانش قرینه میشه. میگم برعکس میشه، برعکس کردم عبارتو، توانا رو هم منفی کردم. منفی یعنی قرینه کن. اگه این منفیه باید بشه مثبت، اگه مثبت باید بشه منفی. منظورم چیه؟ میگم لوگ 1/1000 در مبنای چند؟ در مبنای 10. اینو میخوام برام حل کنید. میگم 10,000 همون 10 به توان 3. میگم 10 به توان 3 صورت میشه 10 به توان -3 در مبنای 10. 10 به توان چند میشه 10 به توان -3؟ جواب میشه چی؟ -3. یا نکته تستش 1000 10 به توان چنده؟ 10 به توان 3. اصلا همون 1000 که تو سوال گفتم بهتون. 10 به توان چند میشه 1000؟ 10 به توان 3. جواب میشه 3. ولی چون کسریه صورتمون هم که -3. حالا یه مدل دیگه، لگاریتم 125 در مبنای 5. هیچ چیز خاصی این لگاریتم نداره. لگاریتم 125 در مبنای 5. 5 به توان چند میشه 125؟ 5 به توان 3. چجوری میگی که 5 5 تا 25 تا اینو که 25 یه 5 هم کنارش باشه 5 5 تا 25 تا 5 تا 10 تا 125. بگو این 5 به توان 2 اینم 5 یه 5 تا دیگه کنارش میشه 5 به توان 3. یکی دیگه لگاریتم 128 در مبنای 2. میگی دقیقاً 2 به توان یه عددی میشه دیگه 128 دیگه. چیزایی که مشتق شده 2 ان، مثلا 8 2 به توان 3. میگم 8 8 64 تا 64 تا 128. این عبارت برابر 128 ولی باید همشون بر حسب 2 باشن. اولی 2 به توان 3، دومی هم 2 به توان 3، اینم که 2، این 3 و 3 6، اینم میشه 2 به توان 7. از 2 به توان 7 میشه 128. جواب توان. من خیلی ها رو میبینم مثلا نوشته لگاریتم 36 در مبنای 6 میگه 6 به توان 2 میشه 36. 6 6 میشه 36 دیگه. این 6 یعنی 6 به توان 2. 6 چند بار ضرب در خودش شده؟ 2 بار. خیلی ها رو دیدم میان اینجا مینویسن 6 6 تا 36 تا، در حالی که اصلا نمیخوایم بدونیم 6 ضرب در چه عدد میشه 36. 6 چند بار ضرب در خودش شده، مبنا چند بار ضرب در خودش شده. خب من یه حساب کنم. لگاریتم 3 در مبنای لگاریتم 1/9 در مبنای 3. اونقدر راحته که از نمونه سوالا چند تا حل میکنم، خودتون میرید کتابو واقعا شخ میزنید. میگم آقا 3 به توان 2 میشه 9. جواب اینه، ولی چون کسی یه منفی بده. یا یه جور دیگه، یا بگو لوگ 1/9 به جای 1/9 بنویس 1 بریه 3 به توان 2 در مبنای 3. 3 به توان 2 رو بیار صورت لوگ 3 به توان 2 3 به توان -2 در پاچه. این 3 با این 3 خط میخوره میشه چی؟ -2. یا یه جور دیگه، یا بگو 3 به توان چند میشه -2؟ 3 به توان چند میشه 3 به توان -2؟ میشه هم 3 به توان -2 میشه 3 به توان -2. هدف از لگاریتم چیه؟ هدف از لگاریتم اینه که از طولانی نوشتن اعداد پرهیز کنیم. یکی از اهدافش 1 4 تا صفر جلوش در مبنای 10. جوابش میشه چند؟ میشه 4. هر موقع عددی حاصل 1 با چند تا صفر جلوش بود، تعداد صفرای این در مبنای 10 میشه جواب لگاریتم. مثلا یه محور میگه بر حسب لگاریتم 10 نوشته شده، اینجا رو میده 10، اینجا رو میده 1 2 3 4 5. یعنی منظورش اینه که لوگ 100 در مبنای 10 وقتی اگه جواب بشه 2 10 به توان 2 بوده شده 100. یعنی این 2 3 4 که نوشته یعنی 1 2 تا صفر جلوش، 1 3 تا صفر جلوش، 1 4 تا صفر جلوش، که دیگه محور رو با اعداد بزرگ ننویسه. خب یه لگاریتم کار در کلاس 7 گفته 2 علاوه لگاریتم 3 در مبنای 5 به صورت یه عدد لگاریتمی بنویس. خب همیشه تو ریاضیات اگه رادیکاله باید از جنس خودش و با فرضیه خودش باشه. اگه x اگه y باید با فرضیه خودش باشه که بتونیم مثلا دیگه کم کنیم و یا مثلا دیگه جمع کنیم. این فرضیه مبنا 5 باید این دو رو به صورت یه عبارت لگاریتمی بنویسی که با مبنای 5 باشه که با این بتونیم ضربش کنیم یا جمعش کنیم. میگیم 25 در مبنای 5 میشه چند؟ 5 به توان 2 میشه همین 2. به جای 2 نوشتم لوگ 25 در مبنای 5 به علاوه لوگ 3 در مبنای 5. حالا 25 3 تا 75 تا میشه لوگ 75 در مبنای 3. خیلی راحت بود، هیچی نداشت. خب آخرین مسئله کتابم حل میکنیم. چند تا نمونه ازش. لوگ 4000 منهای لوگ 4. ببین مبناهاش یکیه، هر تو مبنا نداره. یعنی رو هوا بیا بهم بگو، اصلا فکر اضافی نکن، بگو 4000 تقسیم بر 4 میشه 1000. 4 تقسیم بر 4 میشه 1000. همین در مبنای چیه؟ در چند تا صفر داره؟ 3 تا. جواب شد چند؟ 3. حالا 2 تا لوگ 50 علاوه 2 تا لوگ 2.
2 تا لوگ 50 به علاوه 2 تا لوگ 2. خب میگی باید هم لوگ 2 تا لوگ 50 گفتم، حالا به علاوه 2 تا لوگ 2 از این دوها که میتونم فاکتور بگیرم، 2 رو بیارم پشت گلش، 2 ضرب در لوگ 50 میشه 2 تا لوگ 50، 2 ضرب در لوگ 2 میشه 2 تا لوگ 2. میگم جمع ضرب میکنیم 50 2 تا 100 تا، پس این همون لگاریتم 100. لگاریتم 100 در مبنای 10 مبنا نداره 10. من هر بار حل میکنم به بچه‌ها میگم بازم میگن مبنا نداره، مبنا چنده؟ مبنا 10. این همون 2 تا 4 تا، جواب شد چند؟ 4. خب ببین 5 تا لوگ x منهای لوگ y، 5 تا لوگ x منهای لوگ y. اصلا بچه‌ها موقعی که حروف انگلیسی میبینن همه هنگ میکنن، میگن خدا این چی نوشته، منظورش چیه، هدفش چیه؟ اصلا نمیخواد به خودت فشار بیاری. بگو اگه این توان داشت توانش میمد صورت این، اگه مبنا توان داشت توانش میمد مخرج این توانش نداره این توانش یکی که اومده مخرج. میخوام ببینید این 5 در گذشته مثلا آخرین مسئله کتاب حل میکنه توان این بوده. حالا لگاریتم مبناهاش یکیه، با هم دیگه ضرب کن میشه لوگ x به توان 5 ضرب در y در مبنای 10. یعنی حروف انگلیسی شد تو رو خدا هنگ نکنید. جیمشو حل کنم هیچی نداره، واقعا هیچی نداره. دنبالش میکردم که یه سوال سخت باشه، هیچ کدوم هیچی نداره. 4 تا لوگ 5 در مبنای 3. میام میگم که خب دقیقاً این باید از هم دیگه کم بشه به صورت یه عبارت با لوگ 3 دار بنویس. بیا بگو 3 قطعا به توان 4 میشه 81 دیگه. 3 رو به توان همین عدد برسیم. 3 به توان 4 شده 81. یعنی جواب این لگاریتم چنده؟ 4. به جای 4 نوشتم لوگ 3 به توان 81. راه حل سریع میخوای بگو لوگ این باید هم جنس باشه هم جنسش میخوام کنم به توان این برسونم که بشه 81 که جوابش همین 4 بشه. منهای لوگ 5 در مبنای 3 حل میکنم. تقسیم منهاش تقسیم کن، یعنی لوگ 81 تقسیم بر 5 در مبنای 3. 81 بر 5 چند میشه؟ 1 5 تا 5 تا 6 5 تا 30 تا اصلا دست بهش نزن، گفته عبارت زیر را به صورت لگاریتم بنویس، در صورت امکان ساده کن دیگه، بیشتر از این نمیشه سادهش کرد. خب سوال 2 به عنوان یکی از سوال‌های آخر. البته وایسا لوگ 100 رادیکال 10 نمیدونم کجای کتاب دیدم براتون حل کنم. نگاه کن این 100 رادیکال 10 یعنی همون 100 ضرب در رادیکال 10. این در گذشته لگاریتم 100 به علاوه لگاریتم رادیکال 10 بوده. خب میگیم لگاریتم 100 که همون 2 لوگ دیگه با 10 اشتباه نکردید، خلاصه شده یه لگاریتم. به جای رادیکال 10 گفته بودیم از دهم بهتون مثلا رادیکال x به توان a با فوجه b رو میتونی بنویسی x به توان a تقسیم بر b. میتونی اینجوری بنویسی، یعنی به جای رادیکال 10 میتونی رادیکال توانش که فوجش چنده 2 میتونی بنویسی 10 به توان 1 تا. خب اینم فوجه نداره مبنا نداره مبناش داره. اینو با این خط میزنی توان رو دست نخورده میذاری اینجا میمونه. 2 علاوه 1 دوم همون 2.5 یا 5 دوم نمیدونم کجای کتاب دیدم. یعنی یه نمونه ازش حل کردم. حالا سوال 2 رو میخوام حل کنم. گفته لوگ 2 تقریبا 3 دهمه، حالا 301,000 هم گفته ولی 3 دهم فرض کن. لوگ 3 هم گفته 4 دهم. حاصل عبارت زیر رو بیارید. لوگ 4 رو داده، میدونم اینجا می‌نویسم لوگ 2 رو به من داده 3 دهم، دیگه چی؟ لوگ 3 رو داده تقریبا 4 دهم. لوگ 4 رو از من خواسته، میدونم 4 2 به توان 2. میام با خودم میگم این توان میره پشت این صورت میشه 2 تا لوگ 2. لوگ 2 هم که داده چند تا؟ 3 دهم. 2 3 تا 6 دهم. حالا بعدی لوگ 6 رو داده. لوگ 6 آیا در گذشته رو هوا می‌نویسم. لوگ 3 به علاوه لوگ 2 نبوده؟ 3 2 تا شد.